امروز یکم دی ماه 95 اهواز گروه ملی صنعتی فولاد ایران ما پرسنل اینم البته بعد از چند تا تحسن، یه تحسنی که اینجا دیگه رئیسا و سرپرستا و مسئولین ارشد کارخونه هستن گروه ملی صنعتی فولاد ایران همه جمع شدن که دیگه بابت بعد از 3 ماه مطالبات حقوقشون و جواب ندادنها و دروغا و حرفای وعده‌های الکی و بی جواب جمع شدن جواب بگیرن. موعدش هم مشخص کرده بودن که مدیر باشه خیلی رسما بیان کنن یه جوابی بگیرن، ولی متاسفانه هیچ کس جوابی نداشت و الان هیچ کس حضور نداره. یعنی اگر کارخونه بخواد آتیش هم بگیره بالاخره یک وقت خودشو برسونه، میگن نیستن نفرات، حالا هم پیداشون نمیشه، هیچ جوابی هم ندارن. زنگ هم زدم استانداری که صدا و سیما که یه اکیپی بیان فیلم برداری کنن، رسانه‌ای بشه، یه کاری برامون بکنن. صدا و سیما هم گفته هیچ اکیپی نداریم، همه رفتن بابت جشنواره شبکه‌های استانی. ما هم گفتیم دیگه دست به دامان رسانه‌های خارجی مجبوریم بشیم که صدامون به یه جایی برسه و یه نتیجه بگیریم. الان هم که می‌بینید منتظریم تا ببینیم یکی بیاد و یه جواب به ما بده که هیچ وعده هم به ما ندادن، میگن نیم ساعت دیگه، 1 ساعت دیگه. به کجا میرسه؟